سلام دوستان. یه نکته واسه فروش اینترنتی فرش میخوام بگم، اونم اینه که وقتی ما همه فرشامون داخل سایت هست و قیمت یکیه، خب طبیعتا فرقی نمیکنه چه از ایران چه از خارج از کشور، از هر جایی ببینین قیمت ما یکسانه. یه بنده خدا امروز زنگ زده بود به من، بعد اول گفت که آره مثلا من 2-3 تا فرش باید هدیه بدم بر خارج از کشور، چی دارین چنده و اینا. تموم شد و گفت باشه فکر کنم بهتون خبر بدم. بعد اینکه فکر کنم مثلا 1 ساعت 2 ساعت گذشت پیغام داد که آقا فرش خرید دارین. گفتم که نه، ولی خب الان شما داشتین می‌خریدین الان دارین می‌فروشین چه جوریه فلان. بعد تماس گرفت که آره من فرش داشتم می‌خواستم ببینم قیمت شما برای خارج از کشور چطوریه، بعد بر اساس اون قیمت بیام، چون مثلا فرشام خواسته بفروشم، چون اینا فرشای صادراتیه. فکر می‌کنم یه مقدار تفکر فروش فرش رو باید حالا تو همه جای ایران درست بکنیم. این فرش هم یه کالاییه، هر کالایی یه ارزشی داره، بر اساس حالا اون ساختاری که داره، بر اساس اون در واقع پروسه‌ای که طی شده و مدت زمانی که برای بافت و ساخت و هر چیزی اون کالا طی شده. این که مثلا شما بدونی قیمت فرش تو سوئیس چنده و بخواید تو تهران یا شهرستان با اون قیمت بفروشین، خب طبیعتا نمیشه، اونطوری هم نیست.